خوش اومدید به سومین قسمت دد جوک یا به اصطلاح جوک‌های شوهرمه‌ای با حضور من با اینا نیستم، هیچ کدومو نمیشناسم. ممنونم، مرسی. تیما چطوریه؟ من که با سویلا. من عشق. من با میلادم. آریان چون نمیخنده تو بردی خندن. ببین من یه دقیقه منو بگیرم. خوش اپوش بلند اپوش گرفتن. بیا بریم ببینیم. بنیامین چون تو جدیدی تو بچه‌ها الان بدون که گروه برنده روبروتن. گروه برنده. بله. شما هم بدون که بی‌ادب‌ترین یوتیوبر ایران. سوه خواهش میکنم بچه‌ها به خدا اگه سانسور نکنم همین اکیپ بعد تو زندان من گفتم. من که همه رو میفروشم. من که همه رو میفروشم. آقا من مامانم این ویدیو رو میبینه. سلام میکنی. رسم مهمان نوازی بنیامین شروع کنه. دیگه میدونی به کسایی که کف دستشون عرق میکنه چی میگن؟ کفتر. نشده. اصلا سعیم نکردم بخندم. میخندید خب. کف همومم میگن به کفتر. اونایی که کف دستشون نک بلشون بریم بعد. آقا کلمه خیام و فینگلیش نگاه بکنید. هم کلمه عجیبه در این حال میتونه یه شاعر معروف هم میتونه اسم یه شاعر باشه، هم میتونه عضو مهمی از بدن برای بقای نسل. ممنون. از اینجا بوق آیه تو. خب هر جا لازم بود بگو من اصلا بلندشم برم بیرون. چشم. شب عروسی یه بنده خدایی دو شماست. در اتاق باز میکنه، اجدر رو خواهر عروس رو میکشه تو. پدر زنش میگه اینا چیا داری میبری؟ میگه 400 خرج کردم همتون رو. آقا اینا اول خب میگن که میدونید وقتی سبزیجات ها میخوام بی تفاوت چرا؟ سبزیجات ها وقتی میخوام بی تفاوتی نشون بدن چی میگن؟ میگن به سیرم. او میدونی گاوا میخوان بگم براشون مهم نیست چی میگن؟ میگن نه دیگه سایل خندید دیگه. آقا صفر کنید. و اصلا نکشیدم داشتم بهتون گفتیم آقا اینجا نمیشه و به شیرم ولی چشام ضعیف شد. اشتباه. برو تو دلشون. چی باید بگه که بره تو دلش؟ نمیدونم یه چیزی بگو. بنداز رو میز. نمیشه داداش اونجوری بندازم رو میز. بفرما آقا. آقا یه عربه میرسه به سرعتگی چون گه نداشته به سرعت به میره. چی؟ اشتباه گفتم آجی کلا. یعنی یه خندیدم والا خند سرت کن. میدونید دریای عمان و خلیج فارس با هم دیگه دعواشون میشه چی میگن؟ من میگه برو کیشم دهنه. خب خدا رو شکر. میگه بنیامین با ادب جمعه. نه کیشه دیگه. خدا رو شکر به بابک تعریف نکرد. ما یه همسایه داشتیم فامیلیشون شربتی بود. هر چی ما استروک کردیم اسم بچه‌شو نذاش بزنیم تخم. جالب بود. سوال جان فوش جوک نداری بگی؟ چرا؟ به کنه برنابانی میگه چی میگه؟ من بگم عصبانی. میدونستی استارای معروف از کجا شروع میکنن؟ از کجا بگی؟ زمین چرا باید بدونی؟ ببین شیطان پرستا وقتی کار خوب انجام میدن یعنی خدا تیم ما مشکل خوندن داره. اصلا خدا گولشون زده. من باکره بودم ولی شما؟ اون جوکه بتونم بگم من باکره بودم ولی اون با پنیر بود. تو گیر نداد. قشنگ بود. خوب بود. کلید ای بابا وقتی علی دایی بابا نگو شکایت میکنم. چی میره نمیگه. اینو میگی جای من؟ اینو کلا میگی 19. یعنی واقعا اینایی که اسمشون کوسره هر روز موهاشون شانه کرده من ابتر
چی گفتم؟ دوباره بیان کنی من میگه واقعا اینا که اسمشون کوثره سوره هر روز کوثره. موهاشون شانه اکه و الابتر. آها سوره خیلی میدونی چرا مرد ایرانی خط نمیکنن؟ زنای ایرانی عاشق 30% آفن. عجیبی بود چه قضیه. داشتم قدم میزدم میلاد جان شو. داشتم قدم میزدم بعد دیدم یکی داره تار میزنه. عینک زدم دیدم داره واضح میزنه. ببخشید سایه. میدونی چرا تخت وایت بورد جای تخت سیاه گرفته؟ چون تو آمریکا معلم‌ها غیب میشدن. ای بلاریه. طرف قبلا شب عروسی بفهم نصفشو گفتم تو شروع کرد. شما همینو میخواستی بگی؟ بگو اوکی. الان میخندم. قبلا شب عروسی شب افتتاحیه بود. الان بازگشایی با مدیریت جدید. من اگه فامیلیم گاندی بود اسم بچه‌ها میذاشتم داش با این وضعیت رانندگیت ما رو به گاندی به گاندی. میگه خوش به حال کاندیده ها. ما که ندیدیم. کاندیده ها به شوگر مامی که پول نشه باشه میدونی چی میگن؟ مادر برای چی؟ بابا سو ربطی نداشت. چرا؟ من اومدم بگم که خوشحالم که تو این ویدیو نیستم. میشه بابا گفت خواهر نه ندارم. شوگر مامی خانم مادر من شوگر نیست که. اصلا نیاز نبود دفاع کنی دیگه پنجره. من بیرون در بودم دستم گرم کرد. یه سرش تو بخور. برنامه نویسه وقتی پولشون تمام میشه به کد کشی میافتن. میدونی به زنایی که برنامه نویسی میکنن چی میگن؟ کدبانو. کد بانو. این مثلث ها اگه بخوان کار خطرناکی نه یه دونه کد دیگه بگو. کد خارم. خواهر داری؟ کد نویس برتر. کد خارت. یارو میره خواستگاری خانواده عروس میگن که چیزی هم داری؟ میگه آره الان در بیارم به شب عروسی. چرا به شما نگاه میکنن؟ دوستم داری؟ این اناقا که نمیخنده. مرا آیت الکرسی میخونه. کوسه ها وقتی دافی میبینن میگن اینا چقدر کوسن. ببخشید بیادبی دیگه من قسمت بیادبیشو گردن گرفتم. پینوکیو داشته دوست دخترشو میشکن. انم خیلی چقدر بیادم. دختره میگه چوبی بود میگه نه چوبش. آقا خیلی زشته. مجبورم بوق بذارم و دوربین عوض. یه دستگی خلاصه اینو میگید که بتونم بذارم. من میگن که پینوکیو داشته یه کارهایی میکرده با یه چوبیه دیگه میشکنه اونجاش. بعد میگه چوبش چیزی بود بعد میگه نه چیزش چوب برعکس. از حامد خواستم که برام جوک بفرسته. گفته میدونی میلاد فاضلی اولین شکست عشقیش به کجا خورد؟ یه جوک واسه دوست دخترش فرستاد، من از اتاق بغلی خندیدم. کجاست خنده داشت؟ خیلی دارکه. جوک بود خاطره که نوشته نه چی؟ میدونستین ساختمونا اگه داد بزنن چی میشه؟ پنجرهشون پاره میشه. از اونجا قشنگ بود. من بچگی احساس میکردم تصمیم کبرا یه نقطه کم داشت. تصمیم کبزار. درسته. باریکلا. چرا باید بری سمت اون؟ نرفتم اصلا. آقا این سوالو بپرسم. بفرم. چرا زن میگیرن
ولی شوهر میکنن. خیلی بده این کار. واقعا شاید نمی. کننده است. چرا واقعا ما نمی‌دونم. شوهرها رو باید میدونی به انگشتی که بلندتر از 60 چی میگن؟ 70. نه انگشت اشاره. چرا جوکم زودتر؟ میدونی به انگشت بغل انگشت اشاره چی میگم؟ میانه. انگشت میانه. ببخشید. بنیامین رنگ منو گرفت. بیادب شدی باورم بچه نمیشه. کاملا باید. چرا پشای اصفهان آدمو میگزن ولی پشای قم آدمو نمیسوهانند؟ آقا من یکم انتظارات رو باز بیارم دمت پایین، گرم. جوکای لطف ساده می‌کنی بگیم واقعا. که میگه بتونیم. دختره به پسره میگه. چرا تاچین داریم ولی تای ژاپن نداریم؟ خیلی قشنگ بود. به این دلیل نمیذارم. میخوای ویدیوش پخشش کلا بوق باشه؟ راست میگه. دمت گرم. عشق. میگه اگه با 9 تا قان بگردی دهقان تویی. اگر با 9 تا جن بگردی ده جن. 10 جن توی. 10 جن. 10 جن تویی. آره دیگه چون اون دهقان بود دیگه. آره قطعا خدا رو مرسی شکر. ازتون واقعا که قابل پخشش میکنه. شکلات تا وقت همدیگرونن میگن چاکلت هم. حالا باور- شکلات اگه برم مکه شکلات میدونی؟ میگن چاکلت. بنی شکلات اگه برم مکه میدونی بهشون چی میگن؟ شاید هم شکلات نیست. عالی بود. آره شکلات میدونی چی میگن؟ حاجی باد گرفت. مثل پوپوویچ. میدونی وقتی نظرم. مصریا دلشون میگیره چی کار میکنن؟ زمین زن رفیقشون میگه گوشی رو بگی سمت هرم. زیبا بود. خدای خوب بود. بابا قشنگ من چون زیاد خندیدم یه خفه شم. به یارو میگن ببخش. بگو ببخش. بگو. نه اون با جه شروع شد تو بگو. یادت 30% آفو؟ آره به یارو میگن چی شد این شغل آفزنی رو انتخاب کردی؟ میگه تو انتخاب رشته اشتباه کردی. می‌خواستم نیستم دوبلوری نوشتم دوبلوری. یارو خوابش سنگین بوده تختش میشکن. عشق. شبا کردی؟ صبح بود. میدونی جنازه ها وقتی با هم چی؟ میخوام بخوابن چی میشن؟ یا؟ جنازه این جه برای این بود. فکر نمی‌کنم با هم بخوام. زنده میشن. نه. میدونستید اگه هندسه رو پاست کنید سوه جان بفهم. گوشتون من بینی نگاه کن قشنگ. میدونستید اگه من خب یادم میره میدون فرقی هم نمیکرد میخوره. نخند میدونستید اگه هندسه رو پاست کنید عالی بود مرسی. خوب بود. مگه میشه یه جوک؟ من یه دوک بگم خیلی خنده داره. ما خودمون درست کلی خندیم. مکالمه شپش ها. پیادبیه الو کجایی؟ تو سیبیل یه موتوری. مگه 100 بار نگفتم برو تو شور هم نرمه هم گه. بابا همونجا دیشب بودم. صبح بیدارشم دیدم اینجا. سانسور شد احتمالاً همه ساده صدا اینجوری شنیده. یه روز شما حالا گوشاتو یه بار من بگی. میگیرم شما برو بیرون. میخوای برم بیرون یه 50 دونه برو بیرون. آره برو بیرون. نه نه برو بیرون. برو. یه روز یه کرمی رو میشه. بارو درم. اوه لژیونر اومد. آقا سلام. رفتم آزمایش خونم رو دانلود کردم تو گوشیم، به دکتر نشون دادم. دکتری گفت همه چیز خوبه فقط کوچولوه. گفتم تو آزمایش خون مگه معلومه؟ گفت نه زدم عکس بغلی. البته بچه اون عکس میلاد بود. دختره حامد جان با شوهرش دعواش میشه، بعد کتکش میزنه میره خونه باباش. بعد بابای دختره رو میگیره مثل سگ میزنه. دختره میگه چرا میزنی؟ میگه هر کی دختر میزنه زنش. چرا به من گفتید بیام اینجا بشین؟ چرا به من گفتید بیام اینجا؟ میدونی زن دیوید بکام شب جمعه چی میگه بهش؟ نکن. یه سری تحمل آقا یه دستگاه بخور خریدم هر چی میدم نمیخوره. به ان یوبس میدونی چی میگم؟ آریا آیا؟
قرآن استش همه اول من تو ذهنم نمیخنده دیگه ماشاءالله جان. چه که با مزه بود هر سری. حالا بگو چی میگن؟ بگو چی میگن؟ آریان جب من چه دوست داشتم بچه‌ها یه چیز کنید که بذار یه دونه عمو بگه من میرم پیش میلاد، بعد میلاد میگه خالی هستی. میلاد دیگه که آقا میلاد میشه وقتی منو کنی انگشترتو در بیاری اذیتم میکنه، میگم انگشترم نیست ساعتمه. من میرم بفهم شما بیاین من میرم. گوشی من نه چه صافت. بابا من که نمیخواستم بگم. میخوای برش داری؟ شما برو بس. شما آی مدیریه؟ بله دیگه خودتون تخلیه کردید دیگه. آره. از الان به بعد خانوادگی. از اینجا به بعد دیگه نمیخوام. خانوادگی. پس من بگم به یارو میگن آخرین باری که آرزو کرد چی شد؟ میگه داداشای آرزو اومدن منه. نه بابا. برنامه نویسا وقتی پولشون تمام میشه به میفته. گفت چی رو؟ میلاد ببین فرق دوست دختر با چک میدونی چیه؟ چک نباید برگشت بخوره. دیگه ادامه شد نذارید بگم دیگه. دیشب هر کار کردم ویندوزم بالا نیومد چون زن و بچهش پایین منتظر بود. چرا؟ سر کلاس دینی به معلمم گفتم که میتونم برم دستشویی. گفت واجبه، گفتم نه مستحبه. میدونی چرا اسکلتا از مثلا برج 20 طبقه به بعد نمیپرن؟ چون جیگر نداره. چونشو نداره. یه روز 2 باجناق از یه شهر خاص میرن همون، بعد 2 ساعت طول میکشه بیان بیرون، میگن چرا نمیه؟ میگه 5 دقیقه اول لیف افتاد، جیگر نداریم برش داریم باقی تایم مونده شد. دیگه اسلام گفتن. مرسی. من اون چیزا رو گفتم بهتون، یارو میره سوپرمارکت پنیر بگیره. خب چی میشه؟ نمیدونی؟ لکنت زبون داشته، میره سوپرمارکت پنیر بگیره، بعد میگه که یه توش کره بده. میدونی اگر زن فاضلی گلوشگیر کنه چی میگه؟ زنشو بیخیالش رو فقط به من ایراد دیگه. بگو من بدونم. اگه زن فاضلی گلوشگیر کنه میگه آقا فاضلی نگو خودمو تارگت. فاضل آب. ما فاضلی زیاد داریم. فاضل آب. حامد میدونی فاضلی پولاش تمام شه چیکار؟ بچه‌ها نمیتونم بذارم. خدا رو شکر. برادرم این آفیشو داری امروز که این دوره هم بخندیم. آقا چی پول آفیش امروز میرفتیم شهر بازی. من میگم یه کار دیگه بکن، این ویدیو رو ادیت بکن، بعد به بچه‌ها بگو آقا یه شماره کارت بده پول بزن، ندید ویدیوتون رو پخش کن. درآمد. بنیامین یعنی مخصوصا چقدر روت حساب کنم؟ من قراره برای بچهای چنلم جهاز آقا کنم. تو سوشی دوست داری دیگه. هیچ بس ولش. یه روز یکی میره کافه با دوستش، یکی محیط سفارش میده، یکی مساحت. خیلی خوب بود. دیگه گفتم که پر اشتهام کنید کور شد براش عصا گرفت. چشاش گوش داشت از سرچ کردم جوک های میلاد فاضلی نوشته ول کن اون خواب. اینو میذاری چکشو بذار. اگه نمیذاری. میلاد عربا قهوه میخورن خوابشون بپره، ولی چون په ندارن خوابشون میبره. مرسی حسن. میدونی آریان اگه یه روز یوتیوبر نباشه چی کاره میشه؟ تو چی نباشه؟ یوتیوبر نباشه. یوتیوبر نباشه بیکار. چی میفته؟ آره دیگه. ببین الان اینو حالت بفروش، چطوره؟ این قسمتشو بفروش، اینو بفروش، جدی میگم. یه ادبی مؤدب بگی. دیگه 10 تا مؤدبانه بشین دیگه. پاپت. چه صافه. عربه با سرعت میرسه به سرعتگیر، چون گیه نداشته به سرعت میشه. همین الان نگفتم بیادبی نگو. میشه تذکر بهش بدی؟
دادم دیگه. خوبه باز. یه روز پیتزا مخلوط به پپرونی پیشنهاد ازدواج میده. پپرونی میگه من نمیتونم باهات ازدواج کنم چون من یه همبرگرام. همبرگرا. یه بار آجی بابک یه دختره میشناختتش، عکس گرفتن بعد بردنش خونه. خب فناوری صفات بارز آقا بابک بوده. ایول حاجی اصلا هیچ از نفهمید چی چی نفهمید؟ گفت. جدی آدمای چاق وقتی خلاف میکنن میلاد میدونی کجا میبرن کجا واسه می‌برن؟ بچه‌ها. هم پلیس کلوف کجا میبرن دونی آقا یعنی کلوف آخه ایشون کلوف نیست. کلوفتونی؟ آره. یعنی چی کلوفتی؟ میدونی به سنگایی که خودشونو لوس میکنن چی میگن؟ نگو. کانی کانی. کانی دقیقا با همین صدا دیگه. بله. میدونی کدوم حبوبات دین و ایمون سرشون نمیشه؟ همینجا. نخودا. نه خدا. میلاد جان اگه نونا با هم دعواشون بشه به هم چی میگن؟ توستش اینقدر خواد توست بزنه. چی؟ توست نون توست. بچه‌ها توستش میدونی انا وقتی تحریک میشن ازشون چی چی اصلا این مگه میشه اتفاق بیفته؟ یارو دنبال قوری میگشت این ور نگاه کرد نبود اون ور نگاه کرد بود. وای مرسی عزیزم. میدونی چی از 100 تا فوش بدتره؟ 101 فوش. دقیقاً. صاحب میدونی اگه شهرها بخوان از اون کارا کنن کجا میرن؟ نگو. یعنی نگفت که مگه باید نه اوکیه. از اون کدوم کارا کارا؟ چی؟ دزدی. آفرین. خب. کجا میرن؟ کجا میرن؟ آن کارا. واسه اون کارا. آقا فامیلی فرندلی. بفهم. نوش آفرین اگه پسر بود اسمشو میذاشتن بخور ماشاءالله. 2 بادکنک تو بیابون داشتن میرفتن. این یکی به اون یکی میگه ای کاک تو. احسان امتیازا رو میگی به من؟ ببین قانونش این سری عوض شد چون بنیامین هست و آقا میلاد تصمیم میگیره کیو جریمه کنه این 4 نفر. حامد. بچه‌ها بدید یه سری سنگو. تو برو. وایسا دیگه. پرت کو. وایسا بذار بگیرم. بچه‌ها یه سالتو بزنم یه یا ساکتو کمربند بزن می‌گی؟ یه ساکتو بزن بعد ولش کن. تو چی میخوای پس اینجا؟ بابا کمربند بدید برید. داداشی یه کمربند بزنم. مرسی. بذار ببینم. بیا با این بزن. این که نداره. بیا اینها. بچه‌ها کمربند که این درد داشت. آها. بده کمربندو. سلام هست. تا دیدن دیگه بدرود. خاطر نگهدار. بچه خدا هم دیگر نکشتن.